سلام رفقا، امروز میخوایم داستان یه برند خفن جهانی به اسم امیری رو براتون تعریف کنم. این برند مایک امیری راه اندازی کرد. یه طراح بود از لس آنجلس آمریکا. اولش با شلوارای جین دست ساز و پاره کاریای هنری شروع کرد. سبک کاراش ترکیبی بود از راک، گرانج و استایل خیابونی لاکچری. خیلی زود کاراش بین سلبریتیا و رپرها محبوب شد و اسمش پیچید تو دنیا. مایک امیری تونست یه چیزی بسازه که هم لاکچری باشه هم خیابونی و همین باعث شد امیری به سرعت از یه برند مستقل کوچیک تبدیل بشه به برندی جهانی و معروف در فشن ویک پاریس. الان امیری لباس، کتونی و اکسسوریای لوکس میزنه. قیمتاش بالاست ولی طرفداراش میلیونی و اسمش حسابی سنگینه. خلاصه بگم مایک امیری از یه شروع کوچیک تو لس آنجلس رسید به یه برند لاکچری جهانی که همه جای دنیا شناخته شده. اگه از این ویدیو خوشت اومد کانال منو سابسکرایب کن و این ویدیو رو لایک کن برای دوستات بفرست.